بر شما بینندگان خوب و گرامی تلویزیون اندیشه. خسرو فرور هستم. برنامه من گزارشی گمانشکن. امروز میگم در ایران البته 4 بهمن 2575 آغاز شده، ولی خب در آمریکا اینا هنوز یه روز عقب هستند و در آمریکا هنوز 22 ژانویه است، ایران 23 ژانویه. امروز برنامه‌ام راستش بگم پس از مدت‌ها که درباره این مرگ رفسنجانی برنامه داشتم و درباره این فاجعه پلاسکو، اگه میشه اون تصویر آتش نشان رو نشون بدید. آتش نشان ها رو خواهش میکنم کارگردان کنار دست من، تصویر شماره 1. وقتی که در این چند روزه درباره این مسائل صحبت کردم، خودم قلبم به درد گرفته و دیدن همچین صحنه‌هایی در میهن عزیزم ایران دوران کودکی های من و دیدن واقعا چنین صحنه‌هایی آدم رو غمگین میکنه. و برنامه‌ای که انجام دادم مورد استقبالتون قرار گرفت، برنامه‌ای که در مورد مسائل روز بوده. اجازه بدید امروز کمی درد و دلی با هم داشته باشیم و یک سری مسائل رو میخوام کلی با شما در میون بذارم. من واقعا دیدن این صحنه‌ها دلم رو آتش میزنه، تمام قلبم پر درد میشه و امیدوارم شما مردم ایران به بازماندگان این از دید من جنایت، چون من شخصا باور نمی کنم که یک سانحه بوده و برنامه قبلی من به این مسئله اشاره کردم، به خصوص آتش نشان هایی که ماموران آتش نشانی که قربانی این جنایت شدن. سپاس از کارگردان برای این تصویر. امروز مسائلی رو با شما در میون میذارم، مسائلی کلی، و امیدوارم که ناراحت نشید که میخوام واقعا یه سری چیزایی که دو دلم به شما بگم. عزیزان من در این شک ندارم و همونطور که گفتم که حادثه‌ای که به نظر من جنایتی که در رابطه با ریزش ساختمان پلاسکو انجام شد کار سپاه پاسداران بوده و اسناد رو هم به شما نشون دادم برنامه قبلی و فکر میکنم زمان اون رسیده که یک نگاهی داشته باشیم به 40 سال گذشته، یک نگاهی داشته باشیم بر آن بلایی که بر سر مردم ما آمده. به خاطر اینکه درسته که باید درباره مسائل روز صحبت کرد، درباره مرگ رفسنجانی صحبت کردیم، درباره ریزش ساختمان پلاسکو، ولی بعضی موقع نباید دیدمون رو نسبت به کشورمون و در چه جایی امروز کشورمون داره از دست بدیم. من برای کارگردانمون یک تصویری فرستادم، 2 تصویر فرستادم، تصویر شماره 4 و تصویر 5. اگه میشه این 2 تصویر رو، اول تصویر شماره 4 رو کنار من بذارید خواهش میکنم، یه نگاهی بهش داشته باشیم تا ببینیم جریان چیه. ببینید شما مردم در ایران گرفتار یک جنگ تبلیغاتی هستید. این سخن گوبلز رو حتما آشنا هستید که میگن یک دروغ رو انقدر تکرار کن، یا باید دروغ انقدر بزرگ باشه یا انقدر تکرارش کن که مردم باور کن. یه تصویر خیلی ساده است که خودش بسیار گویاست. از سال 2011 تا پایان سال 2015 شما سقوط ارزش ریال ایران رو مشاهده میکنید. در این به اصطلاح از 13 آگوست 2010 تا 12 آگوست 2015 تا میانه سال 2015 و این سقوط ریال یک نمونه است از اینکه شما مردم ایران هر روز فقیرتر و فقیرتر میشید، ولی چون شما رو به این عادت دادند بعضی موقع لازمه که این یادآوری ها انجام بشه. تصویر بعدی رو خواهش می‌کنم، تصویر شماره 5. تصویر شماره 5 از سال 2000 تا پایان سال 2014 است و این نسبت ریال به دلاره، نوشته US dollar Iranian real exchange rate و شما می‌بینید که این هم یک فاجعه است. یعنی از سال 2000 تا 2014 و این تا به امروز هم ادامه داره و اینهایی که من به شما نشون میدم دلیل داره. سپاس کارگردان عزیزمون که این رو نشون دادن. همزمان با این تصویر شماره 3 شاهد بودیم که آقای اوباما و جمهوری اسلامی با همدیگه 8 سال تمام خوشوبش میکردن و آقای اوباما، خواهش کنم تصویر شماره 3 رو اگه میشه نشون بدید، در این 8 سال از روزی که آقای اوباما اومد سر کار تا زمانی که رفت در حال خوشوبش کردن با جمهوری اسلامی و آخوندها بود.
وقتی که آخوندها می اومدن ایرانیان آمریکایی‌های ایرانی تبار رو در ایران گروگان می‌گرفتن، آقای اوباما ابایی نداشت که 400 میلیون دلار اسکناس پول نقد رو تو هواپیما بذاره بده به جمهوری اسلامی. این پول به جیب شما نرفت. و برای همین بود که نایاک که یک سازمانی که از دید من از جمهوری اسلامی حمایت میکنه و یارانش در رسانه‌های لس آنجلسی و بعضی رسانه‌های دیگه BBC و صدای آمریکا تلاش زیادی میکردن که خانم هیلاری کلینتون رو پس از اوباما به ریاست جمهوری آمریکا برسونن. این بازی باید ادامه پیدا میکرد. دوستی سپاس از این تاثیر. دوستی اشاره کرده بود که در دوران در 4 سال گذشته آقای تریتا پارسی و جانشینش رضا مرعشی در نایاک 33 بار مهمان کاخ سفید بودن. همونطور که میدونید عفت مرعشی نام زن آقای رفسنجانیه. آیا رضا مرعشی مرد شماره 2 سازمان نایاک از فامیلای آقای رفسنجانی بوده؟ در هر صورت این داستان بسیار شرم‌آوره. در کاخ سفید اپوزیسیون ایران، اپوزیسیون دموکرات، اپوزیسیونی که خواهان آزادی ایران بودن، یک بار در کاخ سفید آقای اوباما دعوت نشدند. ولی نایاک سازمان لابیگری جمهوری اسلامی 33 بار دعوت شد. عکس‌های تهوع‌آوری که آقای تریتا پارسی از صبحونه‌های مختلفی که دعوت شده به کاخ سفید و در توییتر خودش و اینستاگرام و اینا قرار میداد رو من شخصا به خاطر دارم. و این بازی بعد ادامه پیدا میکرد با آمدن خانم هیلاری کلینتون. چرا این بازی بعد ادامه پیدا میکرد؟ در اون تصاویر به شما نشون دادم. سقوط ریال نسبت به دلار به نفع کیه؟ به نفع آمریکا. اقتصاد ایران ضعیفتر میشه. شماهایی که ثروتتون به ریاله هر روز فقیرتر میشید یا حداقل رشد ثروتتون در حد پایینیه. ولی بچه‌ها خوندهایی که میان پولای دزدشده رو برن کانادا، آمریکا، اروپا اونجا سرمایه گذاری میکنن، اونا براشون مشکلی به وجود نمیاد. تاریخ 40 سال گذشته جمهوری اسلامی تاریخ مرگ، تاریخ فاجعه هاست. و برای همین من از روز میخوام چند تا کلیپ امروز به شما نشون بدم. ببینیم در 40 سال گذشته خیلی رک و پوسکنده با هم صحبت کنیم. جمهوری اسلامی چه فایده‌ای برای شما داشته؟ از روز اول که اینا کلیپ شماره 1 آماده کنید، کارگردان یه دقیقه اولش رو خواهش میکنم کنار من بذارید، آماده شد بتونیم پخش کنیم. از روز اولی که جمهوری اسلامی سر کار اومد با ناسیونالیسم ایرانی، با هویت ملی ایران مشکل داشت. صادق خلخالی که افسران ارتش ایران و میهن پرستان رو پشت سر هم اعدام میکرد، از عاملی تهرانی، از پانیرانیستای ایران گرفته تا تیمسار رحیمی ها و بزرگ مردان ایران زمین رو پشت سر هم اعدام میکرد. اعدام هایی که دادگاه هایی که در پیش از اون بود گاهی 5 دقیقه، گاهی 10 دقیقه، 20 دقیقه بیشتر طول نمیکشید. متهمین حق داشتن وکیل مدافع نداشتن. بعضی از اونها زخمی بودن وقتی به دادگاه برده می شدن. چیزی نزدیک 3 تا 4 هزار نفر در 1 سال و نیم نخست جمهوری اسلامی از کسانی که هوادار پادشاهی بودن به اونها تعلق داشتن اعدام شدن. ولی ببینیم همین آقای خلخالی همزمان که افسران ارتش ایران رو ترور میکرد درباره خلیج فارس چی میگفت؟ کلیپ شماره 1 رو با هم نگاه کنیم که خواهش میکنم. آقای خلخالی شما مطرح بودید به دلیل سفری که قبل از اون داشتید به خوزستان و اینکه به خصوص خلیج فارس رو خلیج اسلامی نامیدید. آیا شما برای این مسئله هدف خاصی دارید؟ من در صدد تغییر اسم خلیج فارس به خلیج اسلامی نبودم. این مطلب رو قبل از من آقای خمینی عنوان کرده و بعدش هم آقای منتظری عنوان کرده، ولی بعد از جمهوری اسلامی این خلیج اسلامی یعنی چه؟ یعنی منافعش به جیب مسلمان ها می رود. آقای خلخالی مردم میگویند که بسیاری از روحانیون براشون در درجه اول اسلام مهمه و بعد ایران.
آیا این صحت داره و اگر بله شما کدومشون هستید؟ مسلم. اول اسلام بعد ایران. ما طرفدار پیاده کردن جمهوری اسلامی در منطقه است. سپاس از کارگردان عزیزمون و سپاس از سایت آبادات که اینو به ما یادآوری کرد. کارگردان عزیز، من اگه اجازه بدید اسکرین شیر میخوام بکنم و چند تا تصویر آماده کردم که برای بینندگان عزیزمون میخوام نشون بدم از اون روزهایی که به اصطلاح انقلاب اسلامی آقایون کمونیست، هواداران آقای مصدق و همین روشنفکرهایی که تو لندن و واشنگتن و لس آنجلس نشستن و صبح تا شب به محمد رضا شاه پهلوی توهین میکنن. نگاهی کنیم به روزنامه کیهان و مقالاتی از روزنامه کیهان در بهمن سال 50. من اینا رو باید یادآوری کنم چون برای آینده ایران مهمه که با بعضی مسائل بیشتر آشنا بشیم. من با اجازهتون اسکرین شیر میکنم و آقای کارگردان الان دیده میشه؟ بله. اوکی. من اینجا امیدوارم بشه این رو. بله. خب تصاویری که به شما نشون میدم از روزنامه کیهان. با 2 بهمن آغاز میکنیم که 2 بهمن روز یکشنبه در ایران تمام شد. ما میبینیم که روزنامه کیهان که دست کمونیستای ایران افتاده بود، فکر کنم خانم نوشابه امیری اونجا خانم جوانی بودن که در روزنامه کیهان کار میکردن که بعد در نواری هم که چند روز پیش نشون دادم صدای ایشون. ببخشید آقای کارگردان، من صدای خودم رو دارم الان میشنوم، این چیز میکنه، من رو یه ذره تمرکزم از دست دادم. خانم نوشابه امیری در ویدیویی که اتفاقا بهتون گفتم یکی از افراد خانواده آقای رفسنجانی داشت صحبت میکرد و میگفت تماسایی باش گرفت، یکی از کسایی که اسمش اونجا میاد خانم نوشابه امیری بود که اون موقع هم از خبرنگاران کیهان بود. آقای رحمان حاتفی از نزدیکان حزب توده روزنامه رو به دست گرفته بود و بقیه آقایان روشنفکر و چپگرا و مصدقی در روزنامه کیهان هرچی دلشون می‌خواست می‌نوشتن. کیهانی که مشاهده می‌کنید مال 2 بهمن سال 57 و می‌بینیم که چپگرایان و آقایون مصدق، من اینا رو باید بگم چون بعضی از این آقایون میشینن کتاب می‌نویسن میگن شاه نمیذاش اینا جلوی آخوندا رو بگیرن. خب ببینیم در کیهان چی نوشتن. نوشته ایران در تدارک بزرگترین استقبال تاریخ. امام خمینی: ما وارث یک مملکت ویران هستیم. خب بعد نوشته 20 سال لازم است تا ویرانی ها جبران شود. آیت الله طالقانی هم از اون آخوندهای دزد آدمکشی بود مانند منتظری و مانند رفسنجانی که بعد از مرگش براش افسانه سازی کردن. افسانه سازی برای آخوندا یکی از کارهایی که پیرمردان 57 در اون خیلی قوی هستند. طالقانی هم یه آدمکشی بود که یادتون باشه من یه برنامه مخصوصی درباره آیت الله طالقانی و پدرش داشتم که شاید لازم باشه دوباره تکرار کنم، درباره دزدی‌ها، جنایت‌ها و کلاهبرداری آقای طالقانی. یادمون نره آیت الله طالقانی پدر معنوی سازمان مجاهدین خلق هم بود، فراموش نکنید. آیت الله طالقانی میگه انقلاب اسلامی ایران جهان رو تغییر میداد. اتفاقا اینو درست گفت. داعش و طالبان و اینا بدون به وجود آمدن جمهوری اسلامی به وجود نمی اومد. جمهوری اسلامی خاورمیانه رو به کثافت کشید. من این رو میبندم، میریم کیهان روز سه شنبه 3 بهمن 57، یعنی الان در ایران هم 3 بهمن آغاز شده، یادآوری بشه. خمینی میگه راهی را که باید برویم در بهشت زهرا اعلام میکنیم. بعد از آقای مصدق یاد میکنن. دیدار از احمدآباد، خانه تبعیدگاه و مدفن مصدق. اینجا تبعیدگاه آزادی است. من اینا رو واقعا باید یادآوری بکنیم تا بعضی از دوستان به گونه‌ای نیان تو برنامه‌ها تاریخ رو برای جوانان ایران تغییر بدن. هشدار آیت الله طالقانی: ارتش کودتا کند فلان بهمان میکنیم. آره همین که شما گفتید. بعد قره‌باقی خائن، در اینجا پیامی از قره‌باقی خائن میبینیم که متاسفانه اینهایی که من به شما نشون میدم خیلی سانسور شده در تاریخ.
کیهان بعدی که نشون میدم پنجشنبه 12 بهمن 57 و بازم تکرار میکنم آقای رحمان عاطفی که اون موقع کیهان رو به دست گرفته بود، از چپگرایان معروف ایرانی، بسیاری از هواداران آقای مصدق در کیهان بودن، آقای خانم نوشابه امیری و اینا هم در کیهان بودن. نوشته گرامی باد بهار آزادی، اولین پیام امام در وطن. امام هنگام ورود گریه میکرد که این دروغ بود. آقای خمینی گریه نمیکرد وقتی اومد، دروغ‌هایی که در کیهان مینوشت. بعد میگه در شهرها مردم تلویزیون‌ها رو شکستند و به خیابان‌ها ریختند. یک نکته‌ای که اینجا شاید براتون جالب باشه، یک شعری است که کسی به نام جلال سرفراز گفته، چون این آقا در این تلویزیون برنامه نداره، ایشونو به نمایندگی از به بقیه افراد شعرشو میخونم. جلال سرفراز مینویسه میایی تا دروازه های بسته را بگشایی، برای خمینی نوشته. میگه میایی سنگین میایی با وقار پرنده دورپروازی در گرداب آسمان که باران سربش از پای در نیندازد. مزخرفات روی که از همین روشنفکران 57 برای خمینی نوشته. میگه میایی تا دروازه های بسته تاریخ را بگشایی، بر مردمی که پیش از اینت به گرمی ستودند، در فوران خون شهیدی که آزادی را ارج می‌نهد. شکوه پروازت را بر توده نگران خاک وطنم میبینم و از این مزخرفات. این نمونه است جوانای این مملکت، این آقایونی که میشینن تو لس آنجلس و لندن و واشنگتن میگن شاه نمیذاشت که اینا جلوی آخوندا رو بگیرن، این مزخرفات رو به یاد خمینی در روزنامه ها می نوشتن. من سعی کردم که و بعد هم تصاویری که اینها بودن که مردم رو به اصطلاح هیجان زده می کردن. نامه دانشجویان طرفدار مجاهدین خلق ایران: نیروهای انقلابی باید در تدارک مراحل مهمتر آینده باشد. ما بین اپورتونیستا و مارکسیستا تفاوت قائلیم، مگر اینکه مارکسیستا اپورتونیستا را تایید و حمایت کنند. دوستان عزیز، این هم سازمان مجاهدین خلق بود که امروز ادعا میکنن که دشمن خمینی بودن. اینجا شاپور بختیار تنها بود و آقایون حسن نزیح از مصدقی های معروف، حسن نزیح رئیس کانون وکلا در مصاحبه با لوموند نشریه فرانسوی مطرح کرد نحوه تهیه قانون اساسی جمهوری اسلامی. دوستان عزیز، این هاست آنچه که به شما نگفتم. من امروز علاقه داشتم اینها رو به شما نشون بدم، یادآوری. امیدوارم بتونیم در هفته‌هایی که میاد بیشتر از این صحنه‌ها رو به شما نشون بدم. در چنین جوی بود که خمینی به ایران اومد، جوی که آماده کرده بودند از دروغ 28 مرداد، این جریان را آماده کرده بودند تا کفن مرگ رو بر تن ایران بپوشونن. 22 بهمن بدون دروغ 28 مرداد امکان نداشت. در طول 37 سال پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی چندین بار خواستن رو ترور کنن، چندین نفر از نخست وزیران و وزرای او رو ترور کردند، خواستن همسرش رو گروگان بگیرن، پسر جوانش رو خواستن گروگان بگیرن. رادیوهای مختلف از شوروی، آلمان شرقی، از انگلستان، از آلبانی، از چین بمباران تبلیغاتی میکردن ایران رو. روزنامه‌های دوران شاه همه به دست چپگرایان و مصدقی ها بود، برخلاف دروغ‌هایی که این آقایون میشنن تو برنامه‌هاشون به شما میگن. جلال آل احمد ها، علی شریعتی ها، احسان طبری ها و روزنامه نویسانی که الان صلاح نمیدونم چون بیام دعوا میشه ناراحت میشن دیگه، اینا اشخاصی هم هستن که معذرت خواهی هم که نمیکنن، بمباران تبلیغاتی میکردن این مردم رو و به تنها چیزی که نمیپرداختند خطر آخوندها بود. شما یک مقاله پیدا نمیکنید از هواداران جبهه ملی، از هواداران آقای مصدق، از هواداران چپ، یک مقاله شما پیدا نمی‌کنید دهه 40 و 50 یک نوشته چه در داخل ایران چه در خارج از ایران که بر ضد آخوند و آخوندیسم باشه. یک مقاله، یک سخنرانی،
شما از کنفدراسیون دانشجویان ایران که دست چپ‌ها و مصدقی ها بود یک مقاله، یک سخنرانی پیدا نمی‌کنید بر ضد آخوندیسم. شما یک کتاب رمان، یک نوشته پیدا نمی‌کنید که در رابطه با روشنگری مردم ایران برحذر داشتن اونها از آخوندیسم باشه. شما یک بار نمی‌بینید که یکی از این افراد که میشینن تو این رسانه ها کتاب می‌نویسن، صحبت میکنن، میگن شاه نذاش ما جلوی آخوندا رو بگیریم، یک بار بیان جلوی دوربین و به شما یک نوشته از خودشون رو نشون بدن که مردم ایران رو برحذر می‌داشتن از آخوندا. تنها کسی که من میدونم به دستگاه دولتی پهلوی وابسته نبود و اومد نوشته‌ای رو، کتابی رو نوشت، علی میت‌پطرس بود. کتاب اسلام شناسیش رو نوشت و علی میت‌پطرس رو هم در همین رسانه ها بهش فحش دادن. همین آقایون که اسمشون رو نمیارم، عکس علی میت‌پطرس رو گفت همین 2-3 سال پیش که از همین آقایون مصدقی عکس میت‌پطرس رو گذاشت پشت شوگه هرچی از دهنش در اومد به میت‌پطرس فحش داد. ولی میت‌پطرس کسی بودش که در بهار سال 57 کتاب اسلام شناسیش رو نوشت. این نکته ها برای اینه که در سالهایی که گذشت ما شاهد این بودیم که همین آقایون اومدن از رفسنجانی بت ساختن، از طالقانی بت ساختن، از منتظری بت ساختن، در حالی که ویدیویی که برای شما پخش کردم شنیدید خلخالی چی میگفت؟ خلخالی میگفت همین آیت الله منتظری بود که پیشنهاد کرد خلیج فارس بشه خلیج عربی. دوستان عزیز، من و شما قربانی یک جنایت هستیم و این جنایت قابل بخشش نیست. نلسون ماندلا شاهی نیست، لازم نیست الان بهش فحش بدید. نلسون ماندلا یه جمله‌ای داره میگه fools multiply when wise men are silent. بذار یه جور دیگه بگم، حماقت زمانی کثرت پیدا میکنه که اندیشمندان سکوت بکنن. شبیه همین سخن رو هم ادموند برک گفته. ادموند برک اندیشمند قرن 18 دوران روشنگریه. میگه تنها چیزی که برای پیروزی اهریمن نیازمنده بهش لازمه اینه که خوبان کاری نکنن. و در رابطه با این مسئله دقیقاً چیزی که ما در این جنگ تبلیغاتی شاهدشیم. رضا فاضلی ها روان شاد چقدر آزارش دادن. مسعود انصاری وقتی زنده بود در همین اپوزیسیون چقدر آزارش دادن، بایکوتش کرده بودن. شجاع الدین شفا تا زمانی که زنده بود چند تا مصاحبه ازش دیدید. خانم نادره افشاری فمینیست معروف که چند سال پیش درگذشتن، دوست خوبم، یک بار در این تلویزیون ها دعوتش نکردن برای مصاحبه. فریدون فرخزاد وقتی زنده بود باهاش چیکار میکردن؟ برای اینه که اینها میدونن برای پیروزی اهریمن باید خوبان رو مجبور به سکوت بکنن. در 40 سال گذشته من شخصا شاهد تکرار حماقت‌های نسل 57 بودم. البته اینشتین یه صحبتی داره میگه 2 چیز میگویند بی انتهاست، یکی جهان هستیه و دیگری حماقت انسان‌ها. بعد البته اینشتین میگه البته درباره جهان هستی اونقدر مطمئن نیستم. آیا این حماقت‌هایی که ما شاهدش بودیم از نسل 57 پایانی خواهد داشت؟ تا کی باید من و شما بهای نادانی این افراد رو بپردازیم؟ امروز که با شما صحبت میکنم به یاد داشته باشیم خواننده بزرگمون هایدر رو که در 3 دی سال 1168 از دنیا رفت. وقتی که صدای هایدر رو گوش میکنید به یاد بیارید همین مردان 57 بودن که هایده ها رو به غربت فرستادن. فکر نکنید که فرار مغزها مال فقط دوران احمدی نژاد بوده. از روزی که این 57 ها خمینی رو به قدرت رسوندن، از روز نخست تا به امروز هنرمندانمون یا به زندان رفتن یا ترور شدن یا در غربت مردن. از روزی که این 57 ها خمینی رو به ایران آوردن فقط و فقط ننگ و شرم بوده
که میراث من و شما از میهنمون بوده. ولی این آقایون یه بار نمیان پایان بدن جنگشون رو با پهلویسم، پایان بدن جنگشون رو با ناسیونالیسم ایرانی، بیان به اشتباهاتشون اعتراف کنن. من از کارگردانمون خواهش میکنم هم صدای هایدر رو بشنویم و هم به یاد گذشته ایران کلیپ شماره 2 رو آماده کنید کنار من بذارید، خواهش میکنم. دوستان عزیز، وقتی دیدم رفسنجانی مرد و آقایون رفتن در BBC برای رفسنجانی عزاداری کردند، وقتی که منتظری مرده بود عین همین رو مشاهده کردم، وقتی طالقانی مردم همین کار رو براش کردند. هر سال شاهدیم که وقتی نوبت انتخابات میشه در بعضی از رسانه ها صحبت از این میشه که مردم برن رأی بدن. از شما سوال میکنم این افراد 57 وقتی میان تو برنامه‌شون میشینن چند بار دیدید به خامنه‌ای حمله کنن؟ چند بار دیدید که به شاه حمله کردن؟ در این همه سال که این افراد برنامه تلویزیونی داشتن آیا یه بار دیدید، شاهد این بودید که بیاد بشینه طرف جلوی دوربین و عذرخواهی کنه از شما؟ چند نفرشون این کار کردن؟ تمام هم و غم این افراد اینه، تمام هم و غم این افراد اینه که مبادا خدایی نکرده از دید اینها پادشاهی پارلمانی مثلا در ایران بیاد. تمام هم و غم اینا اینه که آخرین طرفداران پهلویسم یا دق کنن و بمیرن یا داوطلبانه کنار بکشن. گویا برای اینها هیچی مهمتر از این نیست که وجهه شخصی و غرور خودشون حفظ کنند. بیاین به صدای هایده گوش کنیم و تصاویری از ایران عزیزمون ببینیم، به یاد هایده و هایده ها، به یاد اون آتش نشان هایی که قربانی حماقت 57 شدن، به یاد اون همه جوان، به یاد اون همه دختر و پسر ایرانی، به یاد اون همه سرباز که در جنگ 8 ساله کشته شدن، به یاد اون همه بچه های ایرانی که در خیابون ها مجبور گدایی شدن، به یاد اون همه پدر و مادر که دور از فرزندانشون جان دادند. بیایم با هم این ویدیو رو نگاه کنیم. دستتون درد نکنه. دوستان عزیز، الان یه 34 دقیقه درد و دل بود. بذارید بگم من برای کشورم چی میخوام. من با کسی رو دربوسی ندارم. به عقیده من رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه پهلوی بزرگترین سرداران تاریخ ایران حداقل در 1400 سال گذشته بودند. به عقیده من ایران در دوران پادشاهی پرشکوه پهلوی میرفت به سوی تمدن بزرگ. ایران با قدم‌های بزرگ میرفت که یکی از ابرقدرت‌های جهان تبدیل بشه. ایران کشوری که در دوران قاجار یکی از عقب مونده ترین و بدبخت‌ترین و مفلوک‌ترین کشورهای جهان بود. دوستان ببخشید نمیدونم کی الان داره به من زنگ میزنه. ببخشید بفرمایید. ببخشید من در حال اجرای برنامه هستم، اگه میشه بعداً. پوزش میخوام، نمیدونم چه کسی وسط برنامه زنگ میزنه. دوستان عزیز، ایران داشت به سوی پیشرفت میرفت و قله های تمدن بزرگ به ما نزدیک شده بودن. رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه پهلوی فقط به ایران میاندیشیدند و آرزوی آنها پیشرفت ایران بود. اونها در مملکتی به قدرت رسیده بودند که مردمش به چنگیزها عادت کرده بودند. برای اون مردم ناصرالدین شاه شاه شهید بود. برای اون مردم اجنبی پرستی و بیگانه پرستی به اصطلاح روشنفکری شده بود. نگاهی کنید به تصاویر شازده قاجاری، سفرهاشون به خارج از کشور. احمد شاه قاجار در نامه‌هایی که نوشته و در صحبت‌هاش تنفر خودش رو از ایران بیان کرده. تشریف ببرید مطالعه کنید. مردم ایران خودشون رو فراموش کرده بودن. یکی از این تجزیه طلبان نوشته بود آقا کوروش وجود نداشت، کسی در ایران پیش از رضا شاه اسم کوروش رو نداشت. خب دلیلش اینه که کسی نمی اومد به این مردم از تاریخشون بگه.
اروپایی‌ها کوروش رو فراموش نکرده بودن. سایروس تو آمریکا خیلی اسمشون سایروس بود مثلا. یونانی‌ها در کتب تاریخیشون اسم آورده بودن. آلمان‌ها، فرانسوی‌ها، انگلیسی‌ها که با کتب تاریخی یونان آشنا بودن کوروش رو فراموش نکرده بودن. ما ایرانی‌ها کوروش رو فراموش کرده بودیم. ما اسم بچه‌هامون رو کوروش نمی‌ذاشتیم. این رضا شاه بود که بعد میومد برای ما آرامگاه میساخت برای فردوسی. ما در زمان قجر برای امامان شیعه ذریع طلا ساخته بودیم. قبر فردوسی خرابه بود. این پهلوی‌ها وارد مملکتی شده بودن که مردمش به خودشون دیگه باور نداشتن. در هر گوشه این کشور طغیان بود و فلاکت و عقب ماندگی و خرافات بیداد میکرد. وقتی اونا آمدن مملکت رو به جلو میبردن، مردم در برابر این پیشرفت‌ها واکنش نشون دادن، واکنش ارتجاعی، و آخوندها از این مسئله استفاده میکردن. وقتی محمد رضا شاه پهلوی میاد انقلاب سفید بکنه و به زن حق رأی بده، همین کمونیستای ایرانی، براتون آوردم اسناد رو در یکی از برنامه‌ها که در آلمان شرقی رادیو داشتن، بر ضد انقلاب سفید برنامه رادیویی انجام میدادن که خود ماموران دولت کمونیستی آلمان شرقی به این توده‌ها گفتن شما خجالت نمیکشید دارید آبروی کمونیسم رو میبرید، دیگه با این چرا مخالفی؟ کار به جایی رسیده بود که رادیو مسکو شوروی صدای رادیوی کمونیستای ایران رو قطع کرده بود که یکی از اینا نوشت ما خودمون نمیدونستیم صدامون رو پخش نمی‌کنن، ما میشستیم تو رادیو حرف میزدیم اینا صدای ما رو قطع کرده بودن. چرا؟ چون مزخرفاتی که چپای ایرانی در حمایت از خمینی، بر حمایت از آخوندها در هنگام انقلاب سفید گفته بودن انقدر تهوع آور بود که کمونیستای حتی شوروی هم گفته بودن یه مدت صدای اینا رو قطع کنیم. برید بخونید، براتون اسناد رو تو که از برنامه نشون دادم. تو مملکتی که کمونیستش تو آلمان شرقی و شوروی ایرانی رفته باشه تو رادیو از خمینی دفاع کنه دهه 60 میلادی، تو این مملکت معلومه که پادشاهش باید بیاد ادای مسلمان بودن در بیاره. تو مملکتی که آقای محمد مصدقش براتون صداش رو پخش کردم، صدای رفسنجانی رو، برمیگرده به رفسنجانی پول داد که بره کتاب فلسطینش رو چاپ کنه، دیگه از خودم که در نمیارم. اینم آقای مصدقشه، اون کمونیستشه. آقای شایگان، دکتر شایگان از بزرگان جبهه ملی وقتی از آمریکا برگشته بود میره مصاحبه میکنه، میگه افتخارش این بوده که در آمریکا کلاس‌های تدریس قرآن گذاشته بوده و موفق شده بوده چند تا آمریکایی رو مسلمون کنه. این دکتر شایگان از بزرگان جبهه ملی، وکیل مجلس زمان مصدق و از حقوقدانان ایران بود. آقایونی که میشینن به محمد رضا شاه حمله میکنن، میگن چرا اسم پسرش گذاشته رضا؟ خب اسم پسر آقای مصدق هم غلام حسین بود. اسم خودتونم محمد و نمیدونم عباس و ایناست. پس خودمون که پهلوی‌ها ایران را داشتن به جلو میبردن. شاید مملکتمون آماده نبود هنوز، شاید، ولی ما امروز در یک دام بزرگ تاریخی گرفتاریم. هجوم تبلیغاتی که مردم آگاه نباشن چی رو از دست دادن، مردم با مسائل روز مشغول باشن. اون اوباما چپگرا به جای اینکه بیاد از حقوق زنان دفاع کنه صبح تا شب با آخوندا لاس میزد. اتحادیه اروپا صبح تا شب با آخوندا لاس میزنه. از اون بی بی سیش که پولش دولت انگلیس میده، دویچه وله آلمان، هر جا که اون صدای آمریکا که پولش این دولت ها میدن، همشون دارن با آخوندا لاس میزنن. چرا این کارو میکنن؟ به خاطر اینکه پیشرفت های دوران پهلوی برای اونا وحشتناک بود، خوششون نمیومد از این. تا زمانی که ایران نفت و گاز داره باید بدبخت باشه. یه نون خوش میندازن جلوتون، شما راضی هستین، دلتون به این خوشه که هنوز قحطی نیامده، دلتون رو به این چیزا خوش کردن. ولی یه روزی در این کشور ما دارای آرزوهای بزرگ بودیم. یه روزی وقتی که پادشاه ایران با آمریکا میرفت، کارگردان عزیز من یه ویدیوی برای شما فرستادم از سفر پادشاه محمد رضا شاه پهلوی آریامهر در سال 1962
به آمریکا. چون یکی از این آقایون بهرام مشیری اسمشو میگم نشسته بود تو برنامهش میگفت سال 62 شاه که رفت به آمریکا کندی 2 روز ایشونو راه نداد تحویل نگرفت. دروغ رو ببینید. این صحنه که شاه فرودگاه رفته و کندی میاد تو فرودگاه به استقبال شاه. آقای مشیری نشسته و من صداشو پخش کردم تو برنامه آقای کاردانم بود پخش کردم. نه از اول بذارید، از اول ویدیو رو دلیل داره، چون میخوام یه مطلبی هم از شاه بخونم 3 دقیقه اول بدون یه لحظه صبر کنید آقای کاردان. آقای مشیری میاد میگه و من این صحنه برام مونده، این صحنه استقبال جان اف کندی در فرودگاه از شاه و چجوری این بس یعنی میخواد بگه 2 روز شاه تو هواپیما منتظر بود. من صداشو پخش کردم و میشینه میگه این افراد مشکلشون جای دیگه. یادتون اومدم ثابت کردم که ایشون اشتباه کرده، جان اف کندی نبود که به شاه دستور داد برو انقلاب سفید کن. یادتونه دیگه اسناد مجلس آوردم 1 سال و نیم پیش از رئیس جمهوری جان اف کندی اصلاحات ارضی آغاز شد انقلاب سفید. حالا رفتن تو ویکی‌پدیای فارسی میدونی چیکار کردن؟ دیدن گندش در اومد 40 سال به شما دروغ گفتن. حالا رفتن تو ویکی‌پدیای فارسی قبلا نوشته بود جان اف کندی به شاه دستور داد، حالا که افشا کردیم دروغ بوده حالا نوشتن آیزنهاور بود که به شاه دستور داد. برید نگاه کنید، همین الان برید بزنید محمد رضا شاه پهلوی برید ویکی‌پدیا، تا 3 ماه پیش نوشته بود جان اف کندی، حالا که گندش در اومد دروغ گفته بودن ما سند و نشون دادیم حالا رفتن نوشتن آیزنهاور بود که گفت. دوستان عزیز از الان شروع کنیم کارگردان عزیز. من قسمت‌هایی را از پاسخ به تاریخ پادشاه براتون میخونم. پادشاه هم محمد رضا شاه پهلوی به شما میگه آرزوهای ما باید این گونه باشه. پادشاه میگه آرزو داشتم که نسل‌های آینده ملتم با سربلندی و غرور مقام والایی را که شایسته آنان است در خانواده بزرگ انسانی به دست آورند و نقش و مسئولیت خود را در جهان ایفا کنند. امیدوار بودم سیاهی‌های قرون وسطایی را که 50 سال پیش ایران از آنها نجات یافته بود برای همیشه از میهنم دور کنم و حکومت روشنایی و روشنبینی را که چکیده تمدن و فرهنگ ایرانی است برای همیشه پابرجا سازم. در تمام مدت پادشاهیم من فقط به خاطر این آرمان بزرگ زیستم و کوشیدم، آرمانی که در شرف تحقق یافتن بود. برای رسیدن به این آرمان بزرگ به سختی کوشیدم، با دشواری‌ها و موانع بسیار مبارزه کردم، با توطئه‌ها و تحریکات فراوان مواجه شدم، با شرکت‌های بزرگ و توانای خارجی و کارتل‌های چند ملیتی ستیز کردم، حالان که بسیاری از مشاورانم مرا از این کار باز می‌داشتم، برحذر می‌داشتم. ممکن است من در طی دوران پادشاهی هم اشتباهاتی نیز مرتکب شده باشم، اما کوششم برای حفظ و اطلاع ایران هرگز خطا نبود. کارگردان عزیز بریم از 3 دقیقه دوباره با صدا، از الان با صدا پخش کنیم ببینیم جان اف کندی چی میگه. I speak on behalf of all of my fellow Americans in welcoming you to the United States. The interest of both of us is the same. To maintain our freedom, to maintain our peace, and to provide a better life for our people. That is the purpose of your visit, Your Majesty, as to how we can jointly concert that effort. Mr. President, it's a most pleasant opportunity for the Empress and myself to be able, thanks to your very kind invitation, to visit your great and beautiful country. بله دوستان عزیز، ما با هم دیگه شاهد بودیم که پس جان اف کندی 2 روز شاه معطل نذاشت. ما سپاس از این کلیپ کارگردان عزیزمون، دستتون درد نکنه. ببینید دوستان، من با کسی دشمنی ندارم، ولی وقتی میان تو برنامه هاشون، من صدا رو پخش کردم، این از خودم نگفتم، صدا رو پخش کردم که آقا برگشت گفت 2 روز جان اف کندی ایشون رو راه نداد. دروغ بود به معنای واقعی کلمه. به معنای واقعی کلمه دروغ اگه کسی بیاد بگه پهلوی ها اسلام رو به ایران آوردند. این دروغ اگه بیان به شما بگن که محمد رضا شاه پهلوی ترویج مذهب کرده، ایران کشور مذهبی بود و امکان نداشت هر کی هم در این کشور به قدرت برسه بیاد و جنگ مذهبی بکنه.
میان رضا شاه رو ازش تعریف میکنن که پسرش رو بکوبن. این بازی رو ما میشناسیم. این بازی رو ما میشناسیم. این بازی رو باید پایان بدیم. برای آینده کشورمون باید یاد بگیریم. کاریادم، من یه تصویری فرستادم از اون دونالد ترامپ و شاه، یعنی تصاویرش رو کنار همدیگه گذاشتیم با سپاس از کافه تفکر در فیسبوک. اون تصویرم کنار من بذارید، دقایق آخر خواهش میکنم. وقتی من میبینم که اگه تصویر اگه بله، ببینید وقتی میبینم خانم دونالد ترامپ، ملانیا ترامپ که خانم بسیار شیک پوشی هستند و به زیبایی معروفن، وقتی میبینم که شهبانو فقط و محمد رضا شاه پهلوی پادشاه ایران 40-50 سال پیش به عقیده من از اینا هم شیک پوشتر بودن، سپاس از این تصویر. به خودم میگم که از خودم میپرسم لیاقت ما چه بوده؟ سپاس از این تصویر کارگردان عزیز. لیاقت ما چه بوده؟ ما چه توقعی برای کشورمون داریم؟ من در پایان برنامه بگم من به هیچ وجه فکر نمی کنم که یک جمهوری به درد ایران بخوره. من عقیده دارم که یک پادشاهی پارلمانی میتونه برای آینده کشورمون تضمین دهنده دموکراسی و تمامیت ارضی باشه. من فکر میکنم در قرن 21 البته که باید یک دموکراسی پارلمانی داشته باشیم، ولی من فکر میکنم که ایران به تاریخ خودش مدیونه. مانند کشورهای تاریخی در اروپا، مانند دانمارک، مانند انگلیس، مانند اسپانیا، مانند نروژ، مانند سوئد، مانند کشور تاریخی ژاپن، اکثر کشورهای متمدن و پیشرفته دنیا که تاریخی هم هستن نسبتاً، حالا نسبت به ایران که اکثرا قدیمی هم ببخشید جوان‌ترن، ولی کلاً می‌بینیم که پادشاهی پارلمانی در بیشتر این کشورها خوب کار میکنه. من عقیده دارم که پادشاهی پارلمانی، توجه به تاریخ ایران، نگاه به ایران و ایران محوری، مکتب پهلوی میتونه راهگشای مشکلات ما امروز ما باشه. اونهایی که در سال 57 خمینی رو به ایران آوردن و از روی کینه و نفرت از پهلوی ها فکر میکنن که با آمدن یک جمهوری یا با نمیدونم اصلاح طلبی، با عوض کردن چند بند از قانون جمهوری اساسی جمهوری اسلامی میتونن ایران رو نجات بدن. بذارید در پایان این برنامه، چون امروز درد و دل بود، پنجشنبه مسائل دیگه میخوام با شما در میون بذارم، در پایان بگم 38 سال ننگ جمهوری برای من یکی بسه. 38 سال موش آزمایشگاهی بودن برای ما ایرانی‌ها دیگه بسه. من فکر میکنم که دوران این آزمایش ننگین باید به پایان برسه و من فکر میکنم که دیگه باید یک نه بزرگ به جمهوری اسلامی بگیم، نه بزرگ به رفسنجانی و خامنه‌ای و موسوی و کروبی و قاسم سلیمانی و قالیباف و هر جنایتکار دیگه‌ای. انتخاباتش رو باید تحریم کنیم. باید یاد بگیریم نافرمانی مدنی یعنی این که به هیچ وجه با جمهوری اسلامی همکاری نکنیم و این کار از خارج از کشور میتونیم آغاز کنیم. با چی میگن، به تلویزیوناشون، به هر کسی که با جمهوری اسلامی همکاری میکنه باید نبگیم و این کار از الان باید آغاز کنیم، چون ما یادمون دوران پهلوی چی بود، ما فراموش نکردیم، ما افتخار عظمت دوران پهلوی یادمونه و ما این ذلت و خواری رو میخوایم پایان بدیم. امروز درد و دل بود، شرمنده، ولی امروز لازم دیدم اینها رو بگم. تا روز پنجشنبه شما بدرود میگم، با سپاس از کارگردان. پاینده ایران.